سلام برعکسمون چطورین؟ خوش اومدین به من داشتم سلام بچه‌ها چطورین؟ آرشیدا ترکاشوند هستم و خوش اومدم به این ویدیو. قراره که امیر رو تبدیل به امیرتون کنم. یه بانوی زیبای پاکدامن قراره بشه. حبیبی نور العین ساکن خیالی. الان لوازم آرایشات همه دورت هست؟ همش دورم. پرایمر داری؟ نه. با آبرسان؟ بعد بیا اینجا فوش خار مادر. خب اوکی. به مقدار انقدر. ببین یه انگشت. خب همینو روی قسمتایی که رویش مو هستش میزنی. وای سوختم، وای تازه شکل کردم، وای خدا. بگم آخه چرا هیچی سر جاش نشه؟ آخه ریش و سیبیل به چه درد من میخوره؟ هر روز باید شیو کنی، هر روز کوفت، هر روز زهر مار. اینطوری بردارم، اینطوری بکشم توش. ببین اینجوری بکوب روش رو دستت، بعد بذار رو صورتت، بکوب رو صورتت. اشکام تا حالا میکاپ نگه؟ اولین بارته؟ من دیگران رو میکاپ میکنم تانی جان. بچه خوشگل حوالی من لاتی ممنوع. چرا این شکلی شد؟ از یه آدم توپل، از یه آدم اضافه وزندار چقدر اذیت شدی؟ چون منم توپلم. الان منظورت چیه؟ بله چی؟ مامان دارم ویدیو میگیرم. من کجام چاقه؟ من کاملا اسکینی لجند ورساچی هم. نمیبینی زاویه فکرمو ببین؟ زاویه فکرمو ببین. خب ببین گوشه چشمت این جلوی چشمت یه کوچولو اینجا میزنی، یه کوچولو هم اینجا قسمت انتهایی چشمت رو به بالا. اینجوری. خب حالا وسط دوتا ابروهات بالای پیشونیت اینجا. خب یه دونه خط اینجوری به اضافه طور میکشی. چرا شبیه آدمای بودا شدن؟ همین. حالا شروع میکنیم بلند کردنش با چه شکلی بلند میکنیم دوست عزیز؟ اینم نمیدونی؟ نه آخه عزیزم من مبتدی برداشتین آوردین تا دوربین میگین این اینجوری نگه میداری. این اینجوری نگه میداری. خب حالا من اینجوری میکوبی روش. تا نمیشه از خاطرات اسنپت به هم بگی؟ همیشه راننده میگیرم. همیشه هم هرچی راننده روانیه که از زندان فرار کردن یا تیمارستان در رفتن گیر من میافته. چرا؟ خب مثلا چی کارت میکنن؟ یا همش چرت و پرت میگن یا میرن تو در دیوار. شما جنسیت چیه؟ خب الان دختری یا پسری؟ یک آدمی که دوستش هم دارم، خیلی هم براش احترام دارم، تا حالا از گل بالاتر نگفتم، گفتم برو بمیر بی پدر و مادر. گوشی رو اینجوری گذاشتم زمین. بهشم برخورده حتما. من چرا شبیه کیسه برنج شدم؟ چقدر صاف و سفید ببین رو این قسمت گونت بکش از قسمت سوراخ گوشت. خب تا یکم جلوتر، یک کوچولو جلوتر. خب نه فوش نخوان دیگه چه خبر؟ پشمان با هم گفتیم. آره من خیلی زندگیم بهتر شده نسبت به ایران دوستان. من به یه مدتی که ایران رو ترک کردم. شما از ایران رفتی؟ من فارسی کل کم و منم فارسیم خیلی لیتل کم و ما آمد ایران تا دیلی کافی بخورم، یعنی درینک کنم و همین اومدم زمینه ددی رو سل کنم با مانیش برم الی. اوکی تومیتو کبابی. خب حالا هم کانتورتو بردار. کانتورمو دوباره. خب آره خب بکن یعنی که یه سوال، چرا یوتیوب نمیزنی؟ یوتیوب نمیزنم آقا راستش رو هم بگم. خب کار باهاشو بلد نیستم.
خب خیلی سخته واسم. ببین اینستا راحت میفهمم ولی یوتیوب نمیفهمم، سختمه. میدونی یه ذره اگزاجر میشم، پنیک میکنم. Oh my god. At first thing. بعد کلا خیلی سخته. بعد اینکه تایم خالیم هم کمه، یعنی اینستا همینجوریش روزانه تایم زیادی ازم میگیره، واسه همین I can't recording video for YouTube channel. Oh my god. میزنه هر روز بیرونه برای همین تایم. شاید اگه تو هر روز بهم زنگ نزنی نریم بیرون شاید وقتم آزاد باشه. این نریم بلنبونیم. ببین کلا جاهای خالیه توی ابرود که خالیه رو با مشکی پر کن، نوکشو تیز کن. خب هری مثل سلاطین ابرو شدم. ببینم هنوز تموم نشد. نخند. همون ادامه بده، مشکلی نیست. اوکی. چرا بعد ابرو این شکلیش؟ اینجوری بکوب روش. همکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم. بنیاد امور بیماری‌های خاص. حالا نیاز داریم به پودر فیکس که گفتم تهیه کن. ما ماشینمو تو راه تصادف کرد. بعد نرسیدم بهتون. آره ببخشیدا. من به تو نگفتم، از یک هفته قبل به تو نگفتم پودر فیکس. ببخشید. پنکیک داری؟ کرم پودر دارم. رو کرم پودر میخوای دوباره کرم پودر بزنی که خشکش کنی؟ نه من پودر میتونم، نمیدونم، ندارم. خدایی پلنگ نشدم. خوبه عشقم، به خدا خوبه. بشینم بشین. من واقعا تو آرایش هیچ استعدادی ندارم. استعدادی ندارم. وای شبیه جوکر شدی. خدا شبیه خالم شدم. وای شبیه جوکر شدی بسما. خب بچه میکاپمون الان دیگه تقریبا تموم شد. خب همونجور که مشاهده میکنیم. بعد بریم کلاگیس بزنیم قشنگ خانومه با کلاس شیم که بریم داون تاون. بایسته من عکس بیام حالا که تو اینجوری میکنی. ببین من چقدر لاغرم، این چقدر اسکینی لجند ورساچی هم. اینو هنگره بذار روش بربود. به پای من که نمیرسی. خیلی نمیرم باشگاه که مثل من بشن. عزیزم اوبرم همین الان من میگیرم. من با کدوم ویدیو معروف شدم آخر ویدیوی جک مثلا میگه حرف نزنی تو ویدیو، همه چیز شما هست. خب نمیتونی. به پای من که نمیرسه ازم به هر حال. دیویری دام گیرسیه.